سوزن به کف آرید که هنگام حباب است، آری دل هر ساکن و جنبنده کباب است. آقای رئیس آمد و فرمود که بازار تقصیر حباب است اگر در تب و تاب است. از بس که به سرعت شده هر دفعه گرانتر، از بانک بپرسید دلار عضو شتاب است. همسر چو علنگوی طلا خواست، بگویید ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. همسر چو علنگوی طلا خواست، بگویید ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. گویید به مسکن و به خودرو که بترسند، چون از پس امروز یکی روز حساب است. گویید دلار آید و پایین بکشد زود، هرچند که زشت است در این کار ثواب است. گفتند حباب است به هر قیمت بالا، اینها خودمانیم خداییش جواب است. وقتی که عمل در پی حرفی نبود، حرف چون باد هوا بوده و گلواژه ناب است. باید 2-3 تا سیخ فرو کرد به گوشش، وقتی که رئیس آمده لم داده و خواب است. ای کاش که مسئول اگر کار نمی کرد، رویش بنویسیم که مسئول خراب است.